Приглашают на ифтары. دوستان عزیز، پخش مستقیم و از شهر کولاب از نتیجه آفت طبیعی سیل امروز آمده ادامه دارد و یادآور میشم که از قسمت دوم روز در نتیجه باران پرشدت آب از مجرای بسیاری از دریاها و جویها بیرون برآمده و راه اساسی برآمد و قسمتی از خانه‌ها و راه‌ها را خراب کرد که در نتیجه یک قسمت شهر به قسمت دیگر دسترسی ندارد و مردم نمیتونند از یک طرف به طرف دیگر روند. ولی شهرهای اساسی کولاب امروز تقریبا بسته است. در منطقه کوچه نوبای پایان و این هم نتیجه این آفت مغازه این محله فرو رفته است و یک مغازه دیگر با گفته ساکنان در شفت همین مغازه بود که او را سیل شسته برده است. احتیاط کنید اپا جان. بسته کامera نکشتم شما را. بچه‌تون کجا ده اپا جان؟ بسته ما پاپشتون بگیریم. کامera نکن. نه.
акаҷон. دوستان عزیز، همچنین گفته می شود که در نتیجه این آفت طبیعی قسمتی از محله خانه ها در محله خط راه آسیب دیدند و گفته می شود که دقیقاً خانه ها را سیل شسته برده است که من عین حال پخش مستقیم شاید قطع میکنم و به او محله روان میشم و خدا خواهد اگر قوای تلفن بسندگی کنم من از اوجا و پخش مستقیم میبرم و درباره وضعیت میره که میگردی اکا نه Ini yang kami